هموطنان عزیز، السلام علیکم. عیدتان مبارک. دوستانی که به حج رفتن، حجتان مبارک. لطفاً برای آزادی افغانستان و شکوفایی ملتمون دعا کنید. هموطنان عزیز، دقیق یادم می آید که 15 سال پیش در چنین هفته طالبان با بمبگذاری در مقام ولایت تخار یک تن از بهترین جنرالان افغانستان، جنرال صاحب محمد داوود و همراهشان جنرال صاحب شاهجهان نوری را شهید کردند که هر دویشان دوستای بسیار نزدیک ما بودند، آدمای پاک دامن و آدمای وطن دوست بودند. خداوند پاک روحشان را شاد داشته باشد. همچنان دعا میکنم در حق شهدای تمام نیروهای امنیتی افغانستان و شهدای راه آزادی 5 سال گذشته که بر ضد طالب جنگ نمودند. همراهان عزیز، میدانم که امسال عید در شرایط بسیار دشواری آمده است، در حالی که افغان‌ها هنوز هم از فقر، بیکاری، ظلم طالب و مهاجرت‌های جمعی رنج میبرند. با گذشت 5 سال رژیم طالبان نتوانسته است که نظم سیاسی، برنامه اقتصادی و نظم امنیتی و دفاعی را برای افغانستان به ارمغان بیاورد تا افغان‌ها از بدبختی و این بحران‌ها نجات بیابند، بلکه برعکس سبب بدبختی، بحران اقتصادی، مهاجرت‌های جمعی و ظلم همگیر در افغانستان رژیم طالبان شدند. در حالی که افغانستان کشور فقیر نیست. تنها طلایی که از افغانستان صادر می شود روزانه در بین 150 تا 200 کیلو طلا به ازبکستان، تاجیکستان و سایر کشورها صادر می شود که قیمت 1 کیلو طلا در بازار بین المللی بین 145,000 تا 150,000 دلار می شود. به این حساب در روز افغانستان به قیمت 21 میلیون دلار طلا صادر میکنه که در یک سال حداقل 7 میلیارد دلار می شود. 7 میلیارد دلار به شکل عادلانه اگر استفاده شود فقر را در افغانستان در ظرف 1 سال ریشه‌کن میکنه. اما این تنها عواید فعلی افغانستان نیست. معدن لیتیم، معدن سنگای قیمتی در سروبی، در کنر، در بدخشان، در قندهار، در هلمند، در هرات و در سایر ولایات افغانستان به شکل غیر معیاری به شرکت‌های چینایی و غیره شرکت‌ها داده می شود. عواید بسیار هنگفت سالانه از این بابت به خزانه طالبان وارد می شود. اما این پولها کجا می روند؟ این پولها صرف فساد ملا هیبت الله و ملیشه های از او می شود. این پولها صرف خریداری بنگله، خانه و تجهیزات جدید برای طالبان می شود که سبب ظلم دوامدار سر ملت افغانستان شوند. در پالی از او شبکه های تروریستی که داخل افغانستان هستند پولهای معادن ما مصرف تجهیز، تعلیم و آمادگی این شبکه ها می شود. پس در این شرایط چی باید کرد؟ در این شرایط حکم الله و خواهش ملت افغانستان بسیار واضح است که در مقابل طالبای مستبد و ظالم همگیمان باید یک دست، یک صدا ایستاد شویم، قیام کنیم، ملت خود، وطن خود آزاد کنیم، یک سیستم عادل، سیستم توانمند و اقتصاد شگوفا را به خاطر ملت خود بسازیم تا افغانستان خانه همه افغان ها شود. همه افغان ها در داخل افغانستان کار، تعلیم، خانه، امنیت و عدالت داشته باشند. اینها ابتدایی ترین ضروریات هر انسان است. ما و سایر مبارزین دیگه که به خاطر آزادی افغانستان مبارزه میکنن همچنان راه مبارزه را ادامه میدیم. هرچی چالش بیایه، هرچی بحران بیایه، هرچی سختی بیایه، ما ای را اعلان نمیدیم. من و دوستانم در جبهه متحد افغانستان پیشرفت های بسیار زیاده داشته ایم و آن وقت خیلی نزدیک است که رژیم طالبان چپه شود، افغانستان آزاد شود و یک حکومت عادل، مردم سالار و توانمند به میان بیاید. امیدوار هستم تمام مبارزین همچنان به مبارزه خود ادامه بدن و قدسیت مبارزه را لطفاً در نظر بگیرن. تکرار گپ‌های ضعیف
مسائل قومی، مسائل سمتی و همچنان توجه و تنفر در بین خود افغانا به نقص ما هست. دشمن ما طالب است و دشمن ما ملاهای هستند که طرفدار طالب هستند. همگیمان سر دشمن توجه کنیم، سر دشمن تمرکز کنیم، انرژی خود، ظرفیت خود، امکانات خود به خاطر ختم کردن دشمن افغانستان خرج کنیم. در این راه موفقیت ماست و در این راه خیر و فلاح ماست. برای همه ایتان عید خوش میخواهم.